زنهای مطربه و سرودخوان یا همان زنهای سراینده و صنعتکار نشانه آمدن عذاب پروردگار است بر بالای مردم. این سخن راستگوترین مردم است که هیچ مسلمان نمیتواند آن را رد کند. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در امت من خسف، مسخ و قذف خواهد بود. یعنی این سه نوع عذاب پروردگار است که بر بالای این امت نازل می شود. خسف زلزله و فرو رفتن زمین است که در تاجیکستان خودمان بارها آن را دیده ایم. معنای مسخ تغییر چهره انسان به حیوان است. معنای قذف باریدن سنگ از آسمان است. پناه به خداوند. از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند که این حادثه ها کی رخ می دهند؟ فرمودند هنگامی که زنان مطربه و سرودخوان بسرایند و اسباب موسیقی نواخته شود و شراب نوشیده شود. بله، واقعا این چیزهایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند در بین ما مسلمانان 100% دیده می شود. پس شما چرا انتظارید فرو رفتن زمین یا باریدن سنگ از آسمان را؟ تا از آسمان بر سر شما سنگ نبارد شما توبه نمی کنید؟ پیام من به زنهای سراینده این است که از الله مقتدر و توانا بترسید و از این کسب اختیار کرده اتان دست کشید. با آن سر و لباسی که به صحنه می براید نسل جوان را به بی‌حیایی می کشید و مردان را به گناه. این را بدانید که طبق وعده خداوند هر کسی دنیا بخواهد خداوند او را می دهد. مال، ثروت، شهرت، این را خداوند به او می دهد، اما در آخرت برای او هیچ نصیبی نخواهد بود. پس آخرت خود را برباد ندهید. وظیفه من تنها رساندن بود که رساندم، اما قبول کردن و نکردن به اختیار شماست.